دکتر عبدالقادر توران دورو هبر دنیا لهمبر قرکرنه چما بیدنگه لفلسطینه لبر چاوین جیهانه قرکرن و کومکجی تکرن بریان هاجی لدنیای گلک قرکرن و کومکجی پیکات لاف قرکرنن بریان ها هاتنن کرن زیده ندهات بیستن جبر وی که گلک هندک دویجدانا انسانان دهات حیس کرن د جیهان و دنیای روینده دنگ زاروکن فلسطینی لدورترین هرمن جیهانه دگه هجگو هن مروان دگل وی که جی جغینی هن مسلمانان و هن کومن خودی حیس خلق جیهانه برسف و جواب نادن قیرین زاروکان بقیرین برسف ناد قیرین فلسطینیان و دبیجن یک جمع دورتی قتل کرن امریکا و یکیتی اروپای بخواه دناف قرکرن و کومکجی دنه چل سره یندن قومینه خویای که جوان را تو برسف و جواب که جبو شرمزار کرنا قتل عام و قرکرنا فلسطینی را تنیه هلوست و تورا لهمبری قرکرنه چما وهایه برسگریکا سبب و سبب جیهانی و کوروی هنکو راست راست به عالم اسلامی وکری داینه حیواندار کرنا مروف آبوری و اقتصادی قیمت و بلندبون انسانی لگور هیجا قید و بندین انسانینه دما که مروف وان نرخو پرنسیبان پاشگوه بکه و بتن دوار آبوری و اقتصادی ده بفکره جمروفاتیه یعنی جه انسانیت کتیه بشرتیه د جیهان و دنیا بریا مدرن ده وقتا قید و بند و پرنسیب ده گهشت مرحله هری زیده گازن دهات کرن ده سرده موچاقا نوجنده او نرخو پرنسیب یک و یک لدو هفهاتن ترکاندن و سیاستا جیهانه بسرانسری بولایکتی به تایبتی پشتی شر جیهانه یه دیمین وسا دخویا که اخلاقک لایکتی کتی ناف سیاستا جیهانه و دنیای انسانیت زن کر که بلایک بونا خواه زیده تر جبو حق و مافین مروان حساس بونه به وی و گوهرتنه و ده دیروک و تاریخ ده جارا یکم مدنیت و شارستانیا که اسلام سوز دابو به مافین انسانان را حد قیاس کرن لی معلسف و مخابن انسانیت دهات خاپاندن لورا چافکانی اخلاق لایکتیه و میل لسر دنیای هیز و قوتا مقام و موقعیه جبر وی که هر تم لگور منفعت دوگهره اف یک جی دبه تهدیدک حیاکو اف تهدید هبه و انسانیت خودناف اولهی و امنیت ده حیسنکه جبر وی که حق و مافین کجیر دهات وعد کرن بتایکی خاف به هفه گریدایی بو براستی اف 8 ساله که انسانیت دروشا که نگریدای آسایش و سیاست عالم غربی یا درویه دوار حق انسانان ده بدروتی را روبرو مایه و شاهدبون لوی که دکه دجبریا قومیت پرستی الفبا دسپیکا حق انسانانه لیبله جبو اسرائیل ایروین مینا کومار و جمهوریت دو آفریقا باشور عالم غربی وکه اشکره لهیل و آلی نجات پرستی و قومیت پرستیه افتشتن که قومین و مدیتیه به مدای نشاندان که حق و مافین انسانان جبو عالم غربی در حق انسانان ده نه مسئله اک اساس و بنگهینه لورا اف مسئله جبو منفعته جمنفعت ربوی آلت و عمورک عالم غربی حق و مافین انسانان وک حق که جیهانی قبول نکریه جبو پولیتیکاین خواه و مسئله وک آلت و عمورکی دبینه